تو هم دوست داری مثل من اسنایپ مخصوص خود داشته باشی؟ این ویدیو مخصوص خود. بیا که بهت یاد بدم چجوری اسنایپ مخصوص خود داشته باشی. اول وارد لودات اکانتتون میشید و بعد رو هر قسمتی که میخواید میذارید. مثلا من 8 تا اینجا انتخاب کردم، واردش میشم و پایین صفحه آخرین گزینه میام اینجا یه دونه از اینا رندوم انتخاب میکنم. رندوم هم که نه، هر کدومش دوست دارم انتخاب میکنم. من اینو انتخاب میکنم که همه تونم داشته باشید و بتونید استفاده کنید. خب میایم بیرون، میزنیم روش و میزنیم رو قسمتاش که اتچمنتش رو روش بذاریم و بذاریم. از اینجا که میدونید اینجا تک تیره، ما میاییم و اینجا یه دونه اسکوپ، البته که الان نمیتونیم، میزنیم یه دونه از اینا و میخریم. خب حالا بیایم یه دونه اسکوپ، اینم میتونم بخرم. خب الان ما این اسکوپ رو باز کردیم و این اسکوپ رو میذاریم روش. از این قسمت خارج میشیم و یه اتچمنت، هر اتچمنتی که دلتون میخواد بذاریم. الان منم یه اتچمنت روش میذارم. این بچه حواستون باشه اتچمنتی که بذاریم لگد نداشته باشه. خب اینجا میگیرم ساده تو باش دیگه، اینجا دیگه نداریم، اینجا تو این باشه. خب این هم از اتچمنتش بریم که یه رنگ خاص هم روش بندازیم. رنگش هم که این باشه. صفحه رو هم بچرخونم بیارمش این وسط که اینجا بتونم رنگا رو انتخاب کنم. رنگا اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم و من اینو انتخاب میکنم. اینم از این، اینم از این، این از این. بریم اینجا، اینم از اتچمنتش. برید حالش رو ببرید. راستی از بخواید از من حمایت کنید این ویدیو رو لایک کنید تا من یه حمایت میکنم. راستی اگر از این اسنایپا اگر دوست داری ویدیوی جنجالی دیگه هم بذاریم، پس خیلی کانال رو سابسکرایب کن و داشته باش تا یه ویدیو دیگه. بدرود.